در همه ساحه‌های اجتماعی اقتصادی ولایت سوخت حجم اساسی کارهای آمادگی به دوره تیر ماه و زمستانی سالهای 2023-2024 عملی گردیده سمت و طلبات قرارهای حکومت جمهوری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت مقامات اجرایی محلی اجرا گردیده است. حکومت جمهوری تاجیکستان مسئله آمادگی ساحه‌ها را به تیر ماه و زمستان تحت توجه قرار داده با دستور و سپارش سرور دولت تا این مرحله باید همه چاره‌بینی‌های آمادگی تامین شده باشند، زیرا عملی سازی تدبیرهای آمادگی به دوره عامل مهمی تامین فعالیت منتظم و ثمره بخش ساحه‌های اجتماعی اقتصادی خصوصا معارف، تندرستی، راه و کمونیکاسیون و برق در دوره می باشد. در ولایت سوخت در سال خانشی 2023-2024 952 مؤسسه مکتبی با فراگیری 570,500 نفر خواننده و 281 مؤسسه تا مکتبی با 44,880 نفر تربیت گیرنده عمل می کند و طبق معلومات آمار ریاست معارف ولایت سوخت شماره مکتب ها از سال خانشی 2022-2023 که 946 عدد بود 6 عدد و باغچه کودکستان ها که 278 عدد را تشکیل میداد 3 عدد زیاد گشته است. یعنی در این مرحله در شهر و ناحیه های ولایت سوخت انشاءات نوی مکتب یا صنفخانه های لاوگی و مؤسسه های تا مکتبی ساخته به استفاده داده شدند و سالهای آخر تامین مؤسسه های نو بنیاد شده و ساخته شونده با مرکزهای یگانه گرمیدهی طلبات اساسی می باشد. در دوره تیر ماه و زمستان صنفخانه ها و گروه های باغچه کودکستان های این مؤسسه ها با گرمی معتدل تامین کرده می شوند و طبیعی است که هر سال طلبات به مواد اساسی سوخت انگشتسنگ زیاد می گردد. در مؤسسه های معارف ولایت 651 شبکه های گرمیدهی موجود بوده. مثلا در ناحیه های جبار رسول و فوسپیتامین 79 و 18 عدد شبکه های گرمیدهی هست. در تیر ماه و زمستانی 2023-2024 نقشه تامینات با انگشتسنگ در همین مؤسسه های مکتبی و تا مکتبی 17,193 تانه بوده. اجرایش 17,243 از 7 تانه یعنی 113% را تشکیل می‌دهد. طلبات مؤسسه های معارف ناحیه اسپیتامین به انگشتسنگ 509 از 4 تانه می باشد. در مؤسسه های مکتبی رقم های 12, 13 و 33 ناحیه هنوز در دوره تابستان مواد انگشتسنگ را خریداری و ذخیره نموده با دستور وزارت علم و معارف جمهوری تامینات با گرمی را از 15 نوامبر شروع می نمایند. مکتب های تحصیلات میانه عمومی رقم های 12 و 33 ناحیه که در 2-3 سال آخری دوران استقلالیت بنیاد یافتند با شبکه گرمیدهی تامینند. این امکانیت می دهد که نه تنها صنفخانه های تعلیمی بلکه راهرو و انشاءات یاری رسان، آشخانه، تالار ورزشی و مجلسگاه ها نیز با گرمی معیاری تامین گردد. این عامل صفت و ثمره بخشی تعلیم در دوره می باشد. مؤسسه ما با تیر ماه زمستانی سال 2023-2024 پر آماده است. انگشت پر قبول کردیم. هیزم 10 لیتر سوزشواری برای زمستان گذرانی آماده می باشد. 13 تانه ما آماده هستیم. 4 ماه به همشه از روی تقسیمات یک روز به تقسیم کردگی ما همین 15 نوامبر کار سر میکنیم. یک روز به از روی میرا 450 کیلو انگشت خرج میکنیم. 14 صنفخانه و در اکثر مؤسسه های مکتبی و تا مکتبی ولایت 532 عدد گنراتورهای برقی موجود است که شرطنامه ها برای 6632 لیتر سوزشواری موافقه شدند. ریاست معارف ولایت سوخت، مدیران شعبه های معارف شهر و ناحیه ها، دیرکتوران مؤسسه های مکتبی و مدیران باغچه کودکستان ها بهر تامین با صفت چاره‌بینی های تیر ماه و زمستان گذرانی یعنی تامینات با گرمی معتدل و بی ممانعت عملی سازی روند تعلیم و تربیت و گذرانیدن درس و مشغولیت ها با استفاده تکنولوژی های معاصر، پروژکتور و تخته های الکترونیک، کامپیوترها مسئولند. در مؤسسه های ساحه تندرستی، شبکه های کمک اولیه طبی سانیتری و ساختاری گاسپیتالی نیز چنین چاره‌بینی های آمادگی به دوره عامل مهمی تامین صحتی عامه و صفت خدمت رسانی طبی می باشد. مثلا در ساحه های معارف و تندرستی اساساً با استفاده از مبلغ های بودجوی عملی کرده شده است.